پشت این RAV4 نوشته AWD، پشت این RAV4ی که هیبرید هست نوشته E4، پشت این هایلندر نوشته E4. فرق اینا با هم دیگه چیه؟ چرا ننوشته پشت این AWD؟ این ماشین بنزینیه و با سیستم گاردان و ترانسفر کیس انتقال قدرت به چرخ‌های عقبش انجام میشه. قدیم هم داشتیم، همیشه بوده و هیچ. اما وقتی بهش میگه E4 یعنی انتقال قدرت به چرخ‌های عقب توسط یک سیستم گاردان و ترانسفر کیس و اینها دیگه توش وجود نداره. یه موتور الکتریکی مجزا روی محور عقبه و اینجوریه که چرخ‌های عقب هم محرک میشن. قدیم همینو داشتیم روی لکسوس های NX 300 هیبرید، ما چیزی به نام گاردون و اینها نداشتیم، اما این اسمیه که امروزه تویوتا براش استفاده میکنه و خیلی جذابه.